معطل نداریم. 3 دخترچه نوبالیک دارم، 3 طلبه مکتب خون دارم. گریه های این زن از ترس آن است که پس از چند روز با 3 دختر نابالغش در کوچه بماند. سارا عارفова میگوید شرکتی ساختمانی که به جای خانه آنها در بینای زمان شوروی بینایی نو میسازد، با وجود بستن شرطنامه پس از یک نامه کمیته سرمایه گذاری و اداره اموال دولتی از جبران منزل و اجرای دیگر مسئولیت ها دست کشیده است. قطعی شرکت ساختمانی رفتم، هم بر نترسی در نترس رفتیم، هم برای قطعی دامسوز، هم برای شرطنامه کردیم. همه حجت های ما قانونیه، یک گرم کاری غیر قانونی در حجت ما دیده نمیشه. رفتم قطعی دامسوز شرطنامه را کردیم. وقتی من شرطنامه در دستم داشتم، از طرف سود مکتوب آمده به دامسوز که این خانه نتین، یا خانهشون در دولت گرفتگیه، این را باید سر چونده شد به یک گرم منزل داده نشود. حقوق شناس شرکت امینجان ساختمان که حالا در این مکان بینای نو می سازد، در یک صحبت تلفنی با رادیو آزادی گفت که آنها با این زن مشکلی ندارند و شرطنامه بسته بودند که با پرداخت یک مقدار مبلغ علاوگی بر عوض این خانه با او 2 خانه و تا پایان ساختمان اجاره پولی می‌دهند. اما کمیته سرمایه گذاری و اموال دولتی با آنها نامه فرستاد و خواست به این زن هیچ چیز داده نشود. سارا عارفova میگوید او همسر میرزا کریم نظرف، برادر حاجی حلیم نظرزاده، معاون وقت وزیر دفاع تاجیکستان است. نظرزاده در سال 2015 در یک درگیری مرموز که مقامات آن را آشوب ناکام مسلحانه مینامند، همراه 2 برادر دیگرش کشته شده است. مقامات خانه سارا عارفova را چون مالکیت شوهرش اعتراف کرده و به نفع دولت مصادره کردند. اما این زن میگوید که خانه را با او پدر و برادرانش زمانی خریدند که او هنوز همسر نظرف نبود. من به خاطر مادر من نگاه میکردم، مرا برادرم پدرم مده خونه خریدن که شما مثل مادر من نقشو نگاه کردین. من 2008 اولاد داشتم به نظرف میرزا کریم. 2009 خدا بشکر صاحب فرزند شدم. 2015 من نمیدونم در کدام اساس، در کدام جنایت، به خاطر که من زن دوم نظرزاده میرزا کریم بودم، نمیدونستم خیلی پدر فرزندم ما کشتن. رادیو آزادی با نسخه از حکم کلیگ حربی دادگاه عالی تاجیکستان شناس شد که این خانه چون مالکیت میرزا کریم نظرف اعتراف شده و از 23 اوگوست سال 2016 به فایده دولت مصادره گشته است. سارا عارفova میگوید که آنها از این حکم دادگاه به دادگاه ناحیه شاه منصور دوشنبه شکایت بردند، زیرا میرزا کریم نظرف هیچگاه در این خانه نامنویس نشده بود. اما این دادگاه دعوای عارفova را رد کرد و تا امروز به هر اداره‌ای که مراجعت کردند کسی به داد آنها نرسیده است. حالا این زن میگوید سرپناه برای دخترانش و جای برای رفتن ندارند. ما در کوچه موندن نمیخواهیم. اگر ما را که جو منزل نتن، ما را که جو نتن، ما به مرگ موریزو هستیم. این نخستین شکایت نزدیکان میرزا کریم نظرف از مصادره خانه هایشان به نفع دولت نیست. در گذشته نیز سیاده قربانova همسر دیگری نظرف بارها از نحوه مصادره خانهشان و اجباراً کوچاندن 30 تن از بستگانش شکایت کرده بود، اما به نتیجه نرسید.